در پاریس دکتر سنجابی طی مصاحبه‌ای با خبرنگار BBC از روحانیت تجلیل کرد و گفت که میان نظرات جبهه ملی و آیت الله خمینی تفاوت چندانی نیست. ما با نظریات آیت الله خمینی که در واقع منعکس کننده آمال و آرزوهای ملت ایران هست کاملا موافق هستیم. آیت الله خمینی شخصیتی است که شاید صدها سال لازم باشد تا یک مردی به عظمت و بزرگی ایشون در یک جامعه ظاهر بشه و من به عنوان نماینده یک جبهه از ملت ایران کمال تأسف و تعلم را دارم که قدر این شخص بزرگوار را اونچنان که باید نشناختند.